به نام خدا. کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد. نویسنده اسپنسر جانسون. بخش 7. لورا که در تجارت زن موفقی بود و تاکنون فقط گوش می‌کرد و خیلی کم حرف زده بود، گفت: من هم بعد از ظهر درباره این داستان فکر کردم ببینم چطور میتوانم بیشتر شبیه ها باشم. اشتباهاتم را ببینم، به خودم بخندم، تغییر کنم و بهتر عمل نمایم. او ادامه داد و گفت: کنجکاوم بدانم چند نفر اینجا هستند که از تغییر میترسند. هیچ کس جواب نداد. او پیشنهاد کرد چطور است دستمان را بالا ببریم. فقط یک دست بالا رفت. خب، به نظر می رسد که ما در گروهمان فقط یک آدم صادق داریم. سپس ادامه داد: ممکن است از سؤال بعدی بیشتر خوشتان بیاید. چند نفر اینجا هستند که فکر می کنند دیگران از تغییر می ترسند. عملاً همه دستها بالا رفت و همه شروع به خندیدن کردند. لورا گفت: این به ما چه چیزی را می گوید؟ ناتان جواب داد: مطمئناً بعضی اوقات ما حتی از ترس خود بیخبریم. من هم وقتی که برای اولین بار این داستان را شنیدم از ترس خود آگاه نبودم. اما از این سوال بسیار خوشم آمد که پرسید: اگر نمی ترسیدی چه می کردی؟ بعد جسیکا اضافه کرد: خب، آنچه که من از این داستان فهمیدم این است که تغییر همه جا اتفاق می‌افتد و زمانی من می‌توانم بهتر عمل کنم که بتوانم به سرعت خود را با آن تطبیق دهم. یادم می‌آید سالها پیش سازمان ما فروش یک دایرةالمعارف 20 و چند جلدی را به عهده داشت. یک نفر سعی کرد بگوید که ما باید همه دایرةالمعارف‌ها را در یک دیسک کامپیوتر ذخیره کنیم و به قیمت کمتری بفروشیم، چرا که می‌توان اطلاعات را به سهولت بروز کرد و هزینه تولید نیز بسیار کم خواهد شد و نیز افراد بیشتری قادر به خرید آن خواهند بود. اما ما مخالفت کردیم. ناتان پرسید: چرا شما مخالفت کردید؟ پاسخ داد: برای اینکه معتقد بودیم ستون اصلی تجارت ما را فروشندگان سیار تشکیل می‌دهند و حفظ این نیروی فروش بستگی به درآمد آنها از فروش محصولات ما داشت. ما تا مدت مدیدی در این کار موفق بودیم و فکر می‌کردیم که این موفقیت برای همیشه ادامه خواهد داشت. لورا گفت: در این داستان شاید تکبر ناشی از موفقیت هم و ها همین معنا را داشته باشد. آنها هم به این مسئله بی توجه بودند که نیاز دارند روشی را که زمانی مؤثر بوده تغییر دهند. ناتان گفت: بنابراین شما فکر کردید تنها پنیری که می توانید داشته باشید همان پنیر قدیمی است. درست است؟ جسیکا جواب داد: بله، و می‌خواستیم دو دستی به آن بچسبیم. وقتی من به اتفاقات گذشته فکر می‌کنم می‌بینم فقط این دیگران نیستند که پنیر را جابجا می‌کنند، بلکه پنیر دوره‌ای دارد و سرانجام به پایان می‌رسد. به هر حال ما تغییر نکردیم، اما یک رقیب این کار را کرد و فروش ما به شدت کاهش یافت و تا امروز دوره سختی را می‌گذرانیم. اکنون تغییرات بزرگ تکنولوژیکی در صنعت در حال وقوع است و به نظر نمی‌رسد که کسی در شرکت بخواهد خود را درگیر آن کند. این وضع تا حدودی نگران کننده است. فکر می‌کنم که احتمالاً به زودی شغلم را از دست می‌دهم. کارلوس با صدای بلند گفت: زمان ورود به 1000 تو است. همه خندیدند، از جمله جسیکا. کارلوس به طرف جسیکا برگشت و گفت: خوب است که تو می‌توانی به خودت بخندی. فرانک به دیگران گفت: این همان چیزی است که من از داستان دریافته‌ام. من اغلب خودم را خیلی جدی می‌گیرم، اما متوجه شدم چگونه ها وقتی که توانست به خود و کارهایش بخندد تغییر کرد. تعجبی ندارد که اسمش ها بود.
گروه تازه متوجه بازی آشکار با کلمات شدند. آنجلا سوال کرد: آیا هم اصلاً تغییر کرد و پنیر جدید را یافت؟ الین گفت: بله، من فکر می کنم پیدا کرد. کوری گفت: من فکر نمی کنم. بعضی آدم ها هرگز تغییر نمی کنند و بهای آن را نیز می پردازند. من در شغل پزشکی خود اشخاصی را مانند هم می بینم. آنها پنیرشان را حق مسلم خود می دانند و وقتی از آنها گرفته شود خود را قربانی حس می کنند و دیگران را مقصر می دانند. آنها بیشتر از افرادی که رها می کنند و به حرکت ادامه می دهند بیمار می شوند. سپس ناتان به آهستگی انگار که با خود حرف می زند گفت: من حدس می زنم که سؤال این است: چه چیزی را رها کنیم و به سوی چه چیزی حرکت کنیم؟ برای یک لحظه کسی چیزی نگفت. ناتان گفت: باید اعتراف کنم که من آنچه را که برای فروشگاه‌هایی مانند فروشگاه‌های ما در قسمت دیگر کشور در حال وقوع بود متوجه شدم. اما امیدوار بودم که بر ما اثر نگذارد. گمان می‌کنم اگر انسان بتواند به استقبال تغییر برود، بهتر از آن است که منتظر شود تغییر روی دهد و سپس خود را با آن منطبق کند. شاید ما باید خودمان پنیرمان را حرکت بدهیم. فرانک پرسید: منظورت چیست؟ ناتان گفت: دست خودم نیست، ولی به کرات به این مسئله فکر می کنم که اگر ما همه فروشگاه‌های قدیمیمان را به موقع فروخته بودیم و به جای آن یک فروشگاه جدید و بزرگ ساخته بودیم که با بهترین ها رقابت کند، امروز ممکن بود اینجا نباشیم. لورا گفت: شاید منظور ها وقتی که روی دیوار نوشت از ماجراجویی لذت ببرید و با پنیر حرکت کنید همین بود. فرانک گفت: فکر می کنم بعضی چیزها نباید تغییر کند، مثلا ارزش‌های اصلی. اما اکنون پی میبرم که اگر در زندگی زودتر با پنیر حرکت کرده بودم موفق‌تر می شدم. خب مایکل، داستان کوتاه و خوبی بود. ریچارد که بدبین کلاس بود گفت: اما واقعاً شما چطور در شرکت خود از این موضوع استفاده کردید؟ گروه هنوز نمی‌دانست که ریچارد خودش دارد تغییراتی را تجربه می‌کند. اخیراً از همسرش جدا شده بود و می‌کوشید بین کار و بزرگ کردن بچه‌هایش تعادلی برقرار کند. مایکل جواب داد: می‌دانی، من همانطور که گفته شد تصور می‌کردم کارم فقط حل و فصل مشکلات روزانه است، در حالی که آنچه باید انجام می‌دادم آینده نگری و توجه به مسیر آینده شرکتمان بود. آیا می‌توانی تصور کنی که چگونه این مسائل تمام 24 ساعت مرا پر کرده بود؟ من در کشاکش مسائل بودم و نمی‌توانستم خود را رها کنم، به طوری که کسی تاب تحمل مرا نداشت. لورا گفت: پس به جای هدایت کردن فقط اداره می‌کردی. مایکل گفت: دقیقاً. بعداً وقتی که داستان چه کسی پنیر مرا جابجا کرد را شنیدم، پی بردم که کار من باید رسم کردن تصویر پنیر جدیدی باشد که همه ما در پی آن بودیم و با یافتن آن از تغییر و موفقیت لذت ببریم، چه در کار و چه در زندگی. ناتان پرسید: در سر کار چه کردید؟ مایکل جواب داد: خب، وقتی من از کارمندان شرکتمان پرسیدم که آنها شبیه کدام یک از شخصیت‌های داستان هستند، دیدم که همه آن شخصیت‌ها را در شرکت داشته‌ایم و متوجه شدم که به اسنیف‌ها و اسکوری‌ها، هم‌ها و هاها هر کدام باید به طور متفاوتی برخورد شود. اسنیف‌های ما می‌توانستند تغییرات را در بازار رو بکشند. بنابراین آنها به ما کمک کردند که دید شرکت خود را امروزی کنیم. آنها تشویق شدند تا برای جلب مشتری بیشتر
تغییراتی را که لازم است در محصولات جدید صورت بپذیرد را مشخص کنند. اسنیف‌ها به ما گفتند از اینکه می توانند در بخشی کار کنند که وظیفه‌اش تشخیص وضعیت و تغییر به موقع است، بسیار لذت می‌برند. اسکوری‌های ما دوست داشتند که فعال باشند، بنابراین ما آنها را پیشاهنگ حرکتمان کردیم. آنها فقط احتیاج داشتند کنترل شوند که به جهت اشتباهی حرکت نکنند و سپس برای فعالیت‌هایشان، یعنی آوردن پنیر جدید، پاداش گرفتند. آنها کار کردن در سازمانی را که به فعالیت و نتایج کارشان ارج می‌نهاد دوست داشتند. آنجلا پرسید درباره هم‌ها و هاها چطور؟ مایکل جواب داد متاسفانه هم‌ها لنگرهایی بودند که سرعت ما را کم می‌کردند. آنها یا زیادی راحت بودند یا خیلی از تغییر کردن می‌ترسیدند. بعضی از هم‌های ما فقط زمانی تغییر کردند که ما برایشان تصویری واضح از فایده تغییر در کارشان ترسیم کردیم. هم‌های ما به ما گفتند که می‌خواهند در جای امنی کار کنند. بنابراین تغییرات باید برای آنها قابل درک باشد تا حس امنیتشان را افزایش دهد. وقتی به خطر واقعی عدم تغییر پی بردند، بعضی از آنها عوض شدند و خوب عمل کردند. این نگرش بیشتر به ما کمک کرد که بیشتر هم‌ها را به هاها تبدیل کنیم. فرانک پرسید با هم‌هایی که تغییر نکردند چه کردید؟ مایکل با تأسف گفت مجبور شدیم آنها را مرخص کنیم. ما می‌خواستیم همه کارمندانمان را نگه داریم، اما می‌دانستیم که اگر تجارت ما به سرعت کافی تغییر نکند همه به دردسر می‌افتیم. سپس گفت خبر خوب این که با اینکه هاهای ما در آغاز تردید داشتند، ولی به اندازه کافی روشنفکر بودند که چیز جدیدی یاد بگیرند و به نحو متفاوتی عمل کنند. خود را به موقع تطبیق بدهند تا موفقیتمان را موجب شوند. آنها انتظار تغییر را داشتند و آن را جستجو می‌کردند. از آنجایی که طبیعت بشر را می‌شناختند، به ما کمک کردند تا تصویری واقعی از پنیر جدید ترسیم کنیم که عملاً برای همه قابل درک باشد. آنها به ما گفتند می‌خواستند در سازمانی کار کنند که به کارمندانش اعتماد به نفس و امکاناتی برای تغییر بدهد. به ما کمک کردند شوخ طبعیمان را همانطور که به دنبال پنیر جدید می‌رفتیم حفظ کنیم. ریچارد گفت تو همه اینها را از یک داستان کوچک فهمیدی؟ مایکل لبخند زد و گفت فقط از داستان نه، بلکه استنباط شخصیمان بود که موجب عملکرد متفاوتمان شد. پایان بخش 7.